آیا می خواهید خدمات مجازی خریداری کنین و یا فروشنده آن شوید؟ این ویدیو آموزشی به خاطر شما است. پس کامل ببینید. میریم سراغ آموزش نصب اپلیکیشن افغان شاپ و دید بازدید از وبسایت افغان شاپ. خب داخل گوگل میایم سرچ میکنیم افغان شاپ. ببینید در اول صفحه وبسایت افغان شاپ ما آورده، کلیک میکنیم و وارد وبسایت افغان شاپ میشیم. خب وبسایت برام باز کرد. من قبلا اکانت دارم، برام نشون میده اکانت و پروفایل اینا. ببینید اینجا توضیحات از داخل صفحه اول. ببینید صفحه خود وبسایت، راهنمایی و آدرس دفتر و افغان شاپ هست و اینجا معلومات بخواید میتونید معلومات بگیرید، راهنمایی بگیرید و آموزش چیزا اینجا داخل صفحه اصلی وبسایت میتونید ببینید. خب ولی من میخوام برای آموزش آسان سازی کار نصب اپلیکیشن برای شما این خدمات هم داخل وبسایت هم هست، اپلیکیشن هم هست، ولی برای آسان سازی کار میخوام نصب اپلیکیشن افغان شاپ برای شما آموزش بدم. خب حالا اینجا ما کلیک میکنیم، ببینید اینجا اپلیکیشن برای شما معلوم میشه دکمه اپلیکیشن است. این اپلیکیشن ما نصب میکنیم، این نصب میکنیم بعد برای شما ادامه آموزش داخل اپلیکیشن میگیم. خب روی نصب اپلیکیشن کلیک روی دکمه اپلیکیشن. خب کلیک کردید ببینید دکمه اومده بارگیری رو میزنه، چون قبلا بارگیری کردم یا بارگیری مجدد. شما در روی بارگیری کلیک کنید. خب در حال نصب است، این در دانلود است. من اینجا یک بار دیگه هم دانلود کردم. خب این کانسل میکنید که دانلود شده، در روی کلیک میکنیم اپلیکیشن افغان شاپ است. خب چون نصب شده شما بروزرسانیش از ما نصب ما بروزرسانی بزنیم به خاطر آموزش. خب وارد اپلیکیشن افغان شاپ میشیم. باز کردن اپلیکیشن. خب ما اومدیم به مرحله ورود به حساب کاربری. اگر قبلا داخل وبسایت ما ثبت نام کردیم با شماره یا با ایمیل، اگه با شماره باشین شماره رو انتخاب میکنین، شماره و پسورد خود میزنین، وارد اکانت شما میشین که قبلا اگه داخل وبسایت ثبت نام کرده باشین یا با ایمیل ثبت نام کرده باشین ایمیل و رمز بزنین. اگه ثبت نام نکردین برای دکمه ثبت نام کلیک کنید. اینجا ببینید برای کلیک کنید. کلیک کردین برای ثبت نام، بعد برای شما ادامه رو نشون میدیم. اینجا چی میخواد از شما یک ایمیل میخواد و شماره تلفن. خب من اینجا یک ایمیل وارد میکنم. خب ایمیل وارد میکنم و شماره تلفن افغانستان انتخاب میکنم. شماره کشور میتونه از ایران استفاده کنید ولی کوشش کنید از افغانستان استفاده کنید. خب شماره افغانستان وارد کردم. خب شماره اینجا. خب یک رمز قوی میخوایم، رمز قوی با چه مدل بسازیم؟ یعنی حروف بزرگ باشه اف جی و شامل اعداد هم باشه. چند عدد اینجا وارد میکنیم و یک علامه نمبر یا سام یک چیز شما وارد کنید تا رمزتان قوی شه و حسابتون ایجاد شه. رمز قوی نباشه حساب ایجاد نمیشه. سام کلیک علامه نمبر کلیک میکنیم. خب علامه نمبر رو اضافه کردیم، ثبت نام میزنیم. خب یک کد میره به جیمیل ما. داخل برنامه جیمیل میریم، برنامه جیمیل. خب منتظر میمونیم تا کد به ما ارسال شه. کد آمده از طریق جیمیل افغان شاپ. خب کد ما هست 612 618. کد وارد میکنیم. خب دوستان ثبت نام انجام شد. آمدیم داخل اپلیکیشن افغان شاپ. این نمای اپلیکیشن افغان شاپ است. دوستانی که برای شارژ حساب مشکل داشتن باز میتونن از این آموزش استفاده کنید. ببینید در صفحه اول داخل اپلیکیشن کامل توضیح داده که چطور حسابتون شارژ کنید داخل اپلیکیشن، از کجا اقدام کنید براتون نشان داده. خب حالا ما میریم یک نمای از اپلیکیشن برای شما نشان بدیم. خب برای ثبت سفارش میتونید هم از این گزینه استفاده کنید، سفارش جدید، و میتونید از این گزینه این مثبت که میبینید از این گزینه مثبت پایین وسط استفاده کنید، سفارش جدید و یا روزی مثبت جمع کلیک کنید، میتونید سفارش جدید ثبت کنید. خب حالا ما برای سفارش جدید کلیک میکنیم. ببینید دستبندی ها اینجا انتخاب میکنید که از کدام خدمات شما میخواین خرید کنید. خدمات این واتساپ، توییتر، تیک تاک، گوش مصنوعی، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، استارز و پریمیوم تلگرام، الماس ایمو، هر کدام که میخواین. در قدم اول خدمات واتساپ. ببینید برای نظرسنجی واتساپ، فالوور پیج واتساپ، هزار تاش 200 ویدیو قیمتا بر اساس هزار تا دوستان توجه داشته باشید. لایک میبینید 65000 تا. این تمام قیمت اپلیکیشن بر اساس 1000 تا. خدمات تیک تاک ببینید لایک 15000 تا، 27000 تا، بازدید ویژه واقعی 1000 تا، 50 بازدید ویژه تیک تاک 1000 تا، 3